در مسجد ما که هستک قرآن ختم میکنن، مگه ملا که امام که نماز که میخونه می قرآن که میخونه بسیار به تیزی میخونه که هیچ یعنی که فهمیده نمیشه که چی میگه و هیچ از تجوید مراعات نمیکنه. آدم یعنی که نمیفهمه که غلطیشون گرفته نمیشه. و نماز آدم میشه در اون صورت یا ببینید الله سبحانه و تعالی به این نمازهای ما احتیاج ندارد که ما زود بخوانیم که 20 رکعت رو تمام بشه. 8 رکعت بخوانید، با قرائت بخوانید، با تجوید بخوانید، با تفکر و تدبر بخوانید. اصلا نخوانید. یعنی باور کنید من به کسایی که این گونه تراویح میخوانن میگم اصلا نخوانید. برید همون نماز خفتنتان را بخوانید، نه خودتان رو گناهکار بکنید، نه دین خدا رو مسخره بکنید. الله متعال به این تراویح ما نیاز ندارد. به این 20 رکعت ما نیاز ندارد که ما هر شب بریم بس برق بخوانیم. یعنی چی؟ در حالی که اصلا قرآن کریم برای چی است؟ برای تفکر است، برای تدبر است، برای این است که انسان در آیاتش تفکر بکنه. افلا یتدبرون القرآن؟ آیا در این قرآن تفکر و تدبر نمی کنن؟ اونی که با سرعت 200 کیلومتر در ساعت قرائت می کند، اصلا شما متوجه میشید که چی میگوید؟ آیا مخارج حروف رو، احکام تجوید رو مراعات می کند؟ نه خیر. این گونه نماز خواندن جایز نیست. این تمسخر با دین است و در پشت امامی که این گونه نماز میخواند هرگز نماز نخوانید. بگذارید که خودش، چون میدانید چی است؟ اکثرا تجارت شده برای مردم. یک امام است میاد در یک رمضان 4 تا ختم میکنه، از هر ختمی مثلا 10,000 افغانی میگیره، آخر ما 40,000 افغانی. این یک نوع قرآن فروشی است، یک نوع دین فروشی است، مسخره کردن دین الله متعال است.